من برای یادگیری گرامر با چت جی پی تی از یه الگوی استفاده کردم که برای خودم خیلی مفید بود. امروز میخوایم اون الگو رو با هم دیگه تمرین کنیم. سلام، حالت چطوره؟ خوبی؟ من کمندم. طبق قولی که توی ویدیوی زبان قبلی داده بودم امروز قرار بریم سراغ چت جی پی تی. دوباره تکرار میکنم، من اینجا نیستم که آموزش زبان بدم. من قراره تجربه یادگیری زبان خودم رو با شما شیر کنم. چیزایی که به درد خودم خورده فکر میکنم برای شما مفیده. من خودم در نهایت برای یادگیری گرامر با استادم کلاس برداشتم. این رو هم در واقع به همه پیشنهاد میکنم که گرامر رو خودآموز پیش نبریم، به دلایلی که توی این ویدیو کامل براتون توضیح دادم. ولی خب به هر حال این یه چیزی نیستش که واسه همه هم مناسب باشه هم امکان پذیر باشه. من خودم برام یه مشکلی پیش اومد که مجبور شدم پرزنت پرفکت رو به صورت خودآموز یاد بگیرم که حالا من از چت جی پی تی استفاده کردم و توی این دفتر خوشگلم توی دفترم نوشتمش که چیزایی که از چت جی پی تی یاد گرفتم و خب این روش برای من خیلی مفید بود. از اونجایی متوجه شدم کامل یادش گرفتم که بعدش توی کلاس دیگه استادم دوباره پرزنت پرفکت رو یاد داد و من دیدم که تقریبا تمام نکاتی که استادم گفت و من قبلش به این روش تونسته بودم یاد بگیرم. این الگویی که میخوایم با هم دیگه یادش بگیریم چند تا استپ ساده داره. اول کار میخوایم ازش بپرسیم که آقا این ساختار زمانی رو من تو چه موقعیتایی میتونم ازش استفاده کنم، چه کاربردهایی توی زبان انگلیسی داره. تو استپ بعدی ازش میخوایم که اون استراکچر رو کامل برامون توضیح بده. ازش میخوایم برامون یه سری مثال بیاره. ما باش تمرین میکنیم که ببینیم توی موقعیت‌های مختلف آیا میتونیم درست از این استراکچر استفاده بکنیم یا نه. بعدش ازش میخوایم که منفی کردن و سوالی کردن این ساختار رو بهمون یاد بده. دوباره باهاش تمرین میکنیم. ازش میخوایم که استثناءات رو بهمون یاد بده. ازش میخوایم تفاوتش با ساختارهای زمانی دیگر رو بهمون یاد بده. مجدداً واسه هر کدومش باهاش تمرین میکنیم و در نهایت هم توی این ساختار زمانی باهاش صحبت میکنیم. کاربرد این زبان، به جای زمان میگم زبان. بچه‌ها برای کسایی که نمیدونن چجوری باید توی چت جی پی تی ثبت نام کرد، من آخر ویدیو یه توضیح میذارم که وقت بقیه بچه‌ها گرفته نشه. خب بریم سراغ چت جی پی تی. من میخوام یه بک‌گراندی بهش بدم، بگم که من یه زبان آموزم و میخوام که تو منو اصلاح کنی هر جا اشتباه گفتم. خب الان میگه که خیلی خوشحال میشه من اصلاح کنه. اینجا شما میتونید از چت جی پی تی لسن پلن بخواین و طبق لسن پلن اونم پیش برید. بذار همینو ازش بپرسیم ببینیم چی میگه. خب داره میگه که اول یه مقدمه بهمون میگه، بعد در مورد ساختارش صحبت میکنه، در مورد حالا موارد مختلفش، موارد استفادهش بهمون تمرین میده و یه سری ریسورس هم بهمون معرفی میکنه که بتونیم ازش استفاده کنیم. خب شما میتونید همینو بهش بگی let's go بریم طبق لسن پلن تو جلو بریم. ولی من از الان به بعد میخوام در مورد مدلی که خودم باهاش یاد گرفتم باهاتون صحبت بکنم. یه دونه نیو چت باز میکنم. خب دوباره بهش میگم که من یه زبان آموزم، منو کارکت کن. ازش میپرسم که ما کی این ساختار رو استفاده میکنیم، تو چه موقعیت‌هایی از این ساختار استفاده میکنیم. بریم جوابشو ببینیم. خب الان 5 تا موقعیت رو برامون توضیح داده که از پرزنت پرفکت توشون استفاده میکنیم. واسه هر کدومشون هم یه مثال آورده که خیلی خوبه. خب من الان میخوام ازش بپرسم که ساختار این گرامر رو کامل بر من توضیح بده. الان چت جی پی تی ساختارهای مختلف مثبت، منفی و سوالی رو برامون توضیح داده و واسه هر کدومشون مثال آورده. خب حالا من میخوام با این تمرین کنم، میخوام ببینم که این موضوع کامل بر من جا افتاده یا نه. حالا اینجا یه نکته هست. چت جی پی تی 5 تا موقعیت به ما گفته بود که توش ما میتونیم از پرزنت پرفکت استفاده بکنیم. من برای هر کدوم از اینها میخوام یک تمرین جداگانه داشته باشم. خب من الان میخوام بهش بگم که واسه اولین کاربردی که واسه پرزنت پرفکت بهم گفته بود من میخوام مثال بزنم و منو تصحیح بکنه از لحاظ گرامر و اکورسی. خب من الان براش یه دونه مثال آوردم. این الان اومده گفته که تو اگه اینو این شکلی بگی یکم عام‌تره، یکم به صحبت کردن عادی مردم نزدیک‌تره.
ببینید این توی ساختارش توی همون آموزش ساختارش اومده بود منفی کردن و سوالی کردن هم به همون یاد داده بود، ولی خب اگر که یاد نداده بود همینا رو ازش میتونستیم بپرسیم. بگیم که من چجوری میتونم توی present perfect یه جمله رو منفی کنم، ازش بپرسم چجوری میتونم سوالیش کنم برام توضیح بده قشنگ. حالا بهش میگم که بیا یکم تمرین بده، تست بده، من انجام بدم ببین درست یاد گرفتم یا نه دیگه. خب الان یه سری چیزا داده که من باید دونه دونه بنویس. انسرش هم گفتی که خیلی بعضی وقتا چت جی پی تی دیوونه میشه، جوابش هم میاد میگه، بعد من بهش میگم که خنگول جوابشو که من نده، بذار من خودم میخوام تمرین کنم، بذار ببینیم حالیش میشه یا نه. خب الان اینجا بهمون جای خالی داد، ما پاسخ‌ها رو خودمون تکمیل کنیم براش بفرستیم. خب ما الان میخوایم توی یادگیری این گرامر یکم عمیق‌تر بشیم. من ازش میپرسم که این ساختار به کدوم ساختارهای زمانی دیگه شبیه، نزدیک استفادهش و اینا. میاد برام توضیح میده، میگه که مثلا به این 3 تا ساختار دیگه، به این 4 تا ساختار دیگه این نزدیکه. بعد ازش میپرسم چه تفاوت‌هایی بین اینها وجود داره، که دوباره میاد بر من توضیح میده، میگه این 4 تا تفاوت بینشون وجود داره. بچه کلا بعد از اینکه هر بخشی رو تو بچه بعد از یادگیری هر بخش از چت جی پی تی حتما یه دور دیگه باهاش تمرین کنید که مطمئن بشین اون چیزی که بهتون یاد داده رو کامل درک کردین و قشنگ فرا گرفتینش. خب شباهت ها و تفاوت ها رو هم یاد گرفتیم. حالا میخوایم بریم سراغ چی؟ میخوایم بریم سراغ استثناءات. من ازش میپرسم که چه استثناهایی توی این ساختار زمانی وجود داره. بر من یکم بیشتر توضیح میده. خب الان میرسیم به تمرین آخر، میگیم که بیا با هم دیگه صحبت کنیم و از این ساختار زمانی استفاده کنیم. خب میاد یه سوالی از من میپرسه، من اونو جواب میدم و با هم دیگه مکالمه رو شروع میکنیم. شما کلا میتونید از این الگو استفاده کنید برای یاد گرفتن هر ساختار زمانی دیگه‌ای و وقتایی که یه گرامر رو یاد میگیرین و میخواین که تمرین کنین، یا مثلا دنبال یه پارتنر زبان میگردین که باهاش در مورد حالا توی حوزه همون گرامر باهاش صحبت کنید که مسئله واسهتون جا بیفته، چت جی پی تی میتونه کمک خیلی خیلی خوبی باشه. بهتره که کلا خود همین گرامر رو یاد گرفتنش هم به زبان انگلیسی برین. حالا هر جایی که یهو براتون خیلی پیچیده شد، اولا که میتونید از این اصطلاح استفاده کنید و بهش بگین که شبیه این که من 5 سالمه بر من این مبحث رو خیلی ساده تر توضیح بده، باز هم به زبان انگلیسی. و بعدش اگر باز هم متوجه نشدین ازش بخواین که فارسی براتون ترجمهش کنه یا فارسی براتون توضیح بده، چون که خب فارسی هم میشه با چت جی پی تی صحبت کرد. اما من پیشنهاد نمی‌کنم که گرامر رو به زبان فارسی یاد بگیرین، چون که یه سری تفاوت‌های ریشه‌ای توی دستور زبان فارسی و انگلیسی هست که توی توضیح فارسیش ممکنه شما رو به اشتباه بندازه. مثلا یه چیز خیلی ساده بگم، آبجکت یا مفعول توی فارسی مثلا میتونه در جواب چه کسی را، چه چیزی را واسه شما مشخص کنه که چه چیزی توی این جمله مفعوله، کدوم کلمه مفعوله. ولی توی انگلیسی لزوما همچین جوابی رو به صورت درست نمیتونین دریافت بکنید. بنابراین اون دستور رو اگر که به همون زبان انگلیسی شما یاد بگیرین خیلی براتون مفیدتر خواهد بود. بچه‌ها تو کامنت برام بنویسین که شما چه سوال دیگه‌ای ممکنه از چت جی پی تی بپرسین که به فهم بهتر اون ساختار زمانی کمک میکنه. من مثل دفعه‌های پیش کامنت‌هایی که از این نکات توش داره رو پین میکنم که همه بچه‌ها بتونن ببینن. بچه‌ها یه ویدیویی داشتم که با اسفناج غذای جدید درست کرده بودم. علیرضا دستور اون غذا رو فرستاده بود واسه چت جی پی تی، ازش خواسته بود که یه اسم براش انتخاب کنه. بعد چت جی پی تی هم اسمش گذاشته بود اسپینچ چیز پاکت. خیلی باحال بود، من خیلی خوشم اومد، گفتم که به شما بگم.
بچه من یه دور سرچ کردم توی گوگل نحوه ثبت نام توی چت جی پی تی رو، محتوا زیاد در موردش هست، با یه سرچ ساده میتونید بهش برسید. پیشنهاد میکنم که حتما تستش کنید، چون که خیلی علاوه بر این که حالا میتونه یه همراه خوبی برای تمرینات زبانتون باشه، کلا ابزار باحالیه، میتونید باهاش صحبت‌های دیگه هم بکنید. مثلا یه جاهایی که دوست دارین یه ایده‌ای به ذهنتون برسه، مثلا یه سوالی تو ذهنتون هست، جالبه که جواب این رو هم بشنوید. حالا واسه من که تا حالا جالب بوده، بخاطر همین پیشنهادش میکنم. بچه‌ها محتوای ما رو حتما شیر بکنید، سابسکرایب بکنید. همینو میذارم. خیلی قشنگه. خیلی ممنونم که ویدیو رو تا اینجا کار تماشا کردین. اگه از این مدل ویدیوها خوشتون میاد، لطفا لایک و سابسکرایب بکنید و این کمک میکنه که یوتیوب ویدیوی منو به آدم‌های بیشتری نشون بده. زود میبینمت. فعلا خدافظ.